ما میخوایم امروز به دنیای رنگارنگ و رسوم سنتی شهرستان خوست از استان خراسان جنوبی سفر کنیم. در این سفر با مراسمی عجیب و دلانگیز به نام بیبی سه‌شنبه آشنا خواهیم شد. این مراسم نه تنها نشان دهنده اعتقادات عمیق مذهبی مردم این دیار است، بلکه وسیله‌ای برای همبستگی و امید نیز به شمار می‌آید. بیایید با هم به بررسی جزئیات این مراسم بپردازیم. سلام به همه شما عزیزان، به کانال خوست دیار کهن خوش آمدید. من فاطمه هستم و امروز میخوام داستانی جذاب و زیبا از رسوم قدیمی شهرستان خوست واقع در بیرجند رو براتون روایت کنم. مراسم بیبی سه‌شنبه یک آیین سنتیه که در روزهای سه‌شنبه در خوست برگزار میشه. این مراسم با نذر و نیات مختلف آغاز میشه، جایی که افرادی که اشتهای روحی و معنوی دارند در دل نیت میکنند و به دنبال ادای نذر خود هستند. اگه تا اینجای کار ما رو همراهی کردین، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. میتونید نظر خودتون رو در مورد این مراسم کامنت کنید. نخستین مرحله برای اجرای این نذر جمع‌آوری نذورات از خانه‌هایی هست که فرزندانشان نام فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دارند. کسانی میتوانند به این جمع‌آوری بپردازند که زنان بی سرپرست باشند و از یتیمان نگهداری کرده باشند. این زنان با چادر سفید گلگلی و کفگیری برای دفاع و همراه قلبر یا الکی که در آن قرآن، آینه و سرمدان قرار گرفته با خود میبرند و به در خانه ها میروند و نذورات را جمع‌آوری میکنند. نذورات میتونه هر چیزی باشه، میتونه لوبیا، نخود، حبوبات، نبات و برنج، قند، آرد، هر چیزی میتونه باشه. جمع‌آوری نذورات همیشه در شب‌ها انجام می‌شود. پس از جمع‌آوری نذورات همه روزه میگیرند و مراسم روزه بیبی سه‌شنبه‌ای را برگزار میکنند. به مدت 3 هفته صبح‌های سه‌شنبه این روزه ها برپا می شود و بانوان با عشق و ایمان به نماز صبح میپردازند. در 2 هفته اول روزه خودشون رو با کاچی افطار میکنند. روزه‌ای که از شب تا صبح گرفتن رو با کاچی باز میکنن. کاچی یه نوع غذای خوستی محلی هستش که به وسیله شنبلیله، سیر و زعفران و زردچوبه درست میشه. اگه برگزار کننده مراسم با آرزوی خودش برسه، در هفته سوم آش بیبی سه‌شنبه‌ای رو تهیه میکنه و در آخر روزه پخش میکنه. کسایی که روزه گرفتن با آش افطار میکنن. این مراسم برای مردم خوست معنای عمیقی داره. اونا اعتقاد دارن اگر نذر بیبی سه‌شنبه‌ای کنن دعایشون مستجاب میشه و به آرزوی خودشون میرسن. مراسم بیبی سه‌شنبه‌ای در خوست فقط یک آیین مذهبی نیست. این مراسم عمل عشق و ایمان مردم رو به تصویر میکشد و فرصتی برای ایجاد ارتباطات اجتماعی و همبستگی بین بانوان رو فراهم میکنه.
اگه دقت کنین اسم امام علی علیه السلام هم روی آش حک شده و مردم خوست اینو یه نشونه خوب میدونن. اگه تا اینجای کار با ما همراه بودین لطفاً قلبی رو کامنت کنین تا ببینیم که کیا همراهمون بودن. خدا انشاءالله که این روزه 20 شنبه از همه شما از بانی مجلس قبول بگردم انشاءالله. روزه 20 شنبه خدا به همه ما توفیق عنایت بفرماید انشاءالله. به حق 20 شنبه به حق دفتر گله گوچران همچون که خدا حاجت روا کرد حاجات ما هم برآورده گردد. همچون که پیرمرد خارکن معجزه کرد امیرالمؤمنین مشکل گشای هر دو عالم فرمود گر خدا خواهد جواهر می شود مطلبت از لطف حاصل می شود. حاجات ما هم برآورده گردد. قرضهای مغرورین ادا بفرمایید. حاجتمندان برآورده و بر خیر بگرداند. شد به گوش و دلم ز غیب ندا که بیا یک زمان به جانب ما ورد خود کن همیشه از سر سر این دعا را بخون صبح و مسا. یا علی مشکلی داریم از برای خدا یا امیرالمؤمنین مشکل ما را بگشا. یا علی بهر حضرت زهرا به جگرگوشگان آل عبا به طفیل حسن امام مبین به حسین اون خلاصه شهدا. یا علی مشکلی داریم از برای خدا یا امیرالمؤمنین مشکل همه بگشا انشاءالله. جمال خاتم انبیا محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. امیدوارم این سفر فرهنگی برای شما جالب و آموزنده بوده باشه. اگه از این داستان رویداد لذت بردید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از دیگر داستان‌های جذاب ما عقب نمونید. با خوست دیار کهن باشید تا با هم دنیای زیبای آداب و رسوم رو بیشتر بشناسید. تا ویدیوی بعدی خدایا رو نگهدارتون.